مقصودی خیلی لطف داری. آقای مقصودی عزیز خیلی لطف داری، سلامت باشی. 16-18 واسق محمودی بلاک میکنه نجیبی. سردار عزیزی ببخشین، سردار عزیزی. زکریا زکریا اعلام میشه. زکریا عزیزی بازیکن امیدی سنگ شانده. اسپایک زن خوبی امیدی سنگ شانده. 19-16 بازی موفق است زکریا عزیزی. مختار احمد حنفی دریافت خوب از واسق محمودی. خود واسق محمودی بلاک میشه. جمع نشد. امتیاز تعلق میگیره به امید سنگ شانده. 18-19 است در ست دوم. 3-1 به سود راستی آفتاب. دریافت خوب از واسق محمودی. شمس الله رحیمی امتیاز میگیره بالاخره شمس الله رحیمی. 20-18 شمس الله رحیمی جمع میکنن به زیبایی. باز کنن مسیر آفتاب. جای خالی را احمد رفت انداخت خیلی زیبا. نجیب حقانی از این سمت پله. شمس الله رحیمی رو ببینید چیکار میکنه. جمع میکنن امیدی سنگ شانده. فاولی مختار احمد کاملا محراز بود. مختار احمد جای خالی زیبا انداخت. جمع شد. شمس الله رحیمی موفق نیست. شمس الله رحیمی 19-21 رقابت پایا پای هر دو تیم شاهد هستیم. دریافت خوب از واسق محمودی. خود واسق محمودی جمع میکنن به خوبی. بازیکن امیدی سنگ شانده. زکریا از این سمت واسق محمودی. نصرالله اولیاتو جمع میکنن بازیکن امیدی سنگ شانده. نصرالله اولیاتو موفق نیست این بار. نصرالله اولیاتو 20-21 ست دوم مسابقه حساس، جذاب و نفسگیری. تیم های مسیر آفتاب با امید سنگ شانده را بیننده هستیم. شمس الله رحیمی موفق 22-20 شمس الله رحیمی دریافت خوب از نجیب حقانی. خود نجیب حقانی توپگیری عالی از محمد علی حیدری. واسق محمودی. خود واسق تقی شجاعی جمع میکنن بازیکن امیدی سنگ شانده. سردار عزیزی رو ببینیم. 23-20 خوبی رو میزنه شمس الله رحیمی. شمس الله رحیمی دریافت خوب از نوید حسینی. حقانی بلاک میشه. بس زیبایی هم بلاک میکنه تقی شجاعی. نصرالله رو ببینین آخر میدان رو به خوبی پوشش میده و واسق شمس الله سرویس آراماتی کوپی تمام. سرویس شمس الله دیدنی بود. 25-20 ست دوم هم موفق میشه مسیر آفتاب ببرن. 3-2 حالا به سودی مسیر آفتاب. سنگ شانده امیدی سنگ شانده در مقابل مسیر آفتاب.
که اصطلاحاً ما بهش گرگ میگیم. توپگیری عالی از محمد علی حیدری. واسق محمودی رو ببینیم. سردار عزیزی، زکریا عزیزی جمع میکنه نسل اولیاتو. اصلا آماده است نسل اولیاتو برای آخر میدان جمع بکنه. سردار عزیزی، عزیزم، نجیب حقانی نسل اولیاتو رو ببینیم. فاول رحمت رفت اعلام میشه یا تقیه شجاعی. امتیاز تعلق میگیره به امید سنگشانده 13-17 در ست سوم از ستاد 2-0 مسئولی مسیر آفتاب. مختار احمد حنفی حنفی امتیاز میگیره 14-17. مختار احمد توپگیری خوب از واسق محمودی. نسل اولیاتو موفق است. نسل اولیاتو 18-14. آقای اصیل تشکر، سلامت باشین. شمس‌الله رحیمی دریافت خوبی انجام نداد. نجیب حقانی اوت میزنه زکریا عزیزی. 19-14 ست ها 2-0 بسوری مسیر آفتاب. نوید ولیزاده توپگیری عالی است محمد علی حیدری. نسل اولیاتو کار تمام میکنه. نسل اولیاتو 20-14. شمس‌الله رحیمی سرویس تکنیکی و آرام. نوید ولیزاده مختار احمد حنفی بلاک میشه با زیبایی. 21-14. سودیش داور اول مستر احمد حنفی. بیست. سپایک خوبه واسق محمودی رو دیدیم. آقای زمان امین شما اصلا متوجه هستید که هزارگی لهجه است یا گویش؟ به هزارگی گویش گفته میشه نه لهجه. در این سه تا لهجه مشخص داره که هراتی، کابلی و بدخشانی است. به هزارگی گویش گفته میشه، گویش هزارگی. من هم کاملا در این صحبت میکنم. حتما شما بیشتر مطالعه بکنین با من هم نظر خواهی شد. سردار عزیزی، رحمت رفت توپگیری عالی. نسل اولیاتو رد میکنه تو را. سردار عزیزی مختار احمد بلاک میکنه با زیبایی. رحمت رفت بله آقای امین هزارگی گویش است نه لهجه. چیز پایگی میزنه واسق محمودی. رحمت رفت اشتباه میکنه در پاسونی. رحمت رفت 17-22. مختار احمد حنفی توپگیری عالی از محمد علی حیدری. سردار عزیزی از این سمت بلاک انجام میده واسق محمودی. 23-17.
آقای حسینی چشم. خیلی هنوز نمیدونن که هزارگی زبان نیست بلکه یک گویش هم میتونه باشه، چرا که حامل بار معنایی ضعیف میتونه باشه و مشاهیر زیادی در زبان فارسی وجود داره که بخوایم هزارگی زبان بدانیم. مشاهیر قطعا عزیز میدیم، فردوسی، حافظ، مولانا از همه مهمتر، سنایی با کدام زبان شعر گفته؟ نمیدونم بعضی چرا بگذاریم. 23-19 20-23 امتیاز تعلق میگیره به امید سنگشانده. 20-23 ست سوم مسابقه است. تماشایی از نصرالله اولیاتون کاملا با شما موافق هستم آقای حسینی، هزارگی زبان نمیتونه باشه. اما ما همه ما مسئول هستیم این گویش باید حفظ بکنیم. بیست و یک 24 ست سوم است تا 2-0 به سود مسیر آفتاب. نصرالله اولیاتو اوت. 22-24 کامنت تذکیر نخوندم، بخاطر کامنت زیادم من معذرت میخوایم از شما دوستای عزیز، چون یک کامنت دیگه هم دارم صحبت میکنم. به هر حال کامنت ها چون این لایف هست و کامنت هم ثبت میشه، بعد کلی مشکلات داره که از بزرگواریتون ببخشیم بنده را. 22-24 تمام 3-0 مسیر آفتاب موفق میشه سنگشانده را در واقع در هم بکوبه و موفق شود به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های والیبال در دومین جشنواره جاغوری راه پیدا بکنه. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال دومین جشنواره ورزشی ولسوالی جاغوری. داری کامنتار میخوانی یا نجیب رو زنگ بزنم؟ دوستای عزیز، از اینکه بیننده ما بودین، از تک تک شما عزیزان به نهایت سپاسگزار هستم. صفحات ما رو دنبال بکنین، مسیر آفتاب، کلپی والیبال ستاره. ما در خدمت شما هستیم، سعی میکنیم که مسابقات رشته های مختلف از جاهای مختلف، ولایات مختلف را در خدمت شما باشیم و پشت بدیم.